خلق تاجیکستان سال 1993 را در حالت استقبال گرفت که کشور را بحران عمیق سیاسی و اقتصادی فرا گرفته بود. نزاع‌های داخلی همانا در برخی از مناطق مملکت ادامه داشته، خوف از خریطه سیاسی جهان خارج شدن دولت یگانه تاجیکان را پیش می آورد. ساکنان تاجیکستان تنها در پرتو دعوت‌های راهنمونساز رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که ضمن تبریک سال نو صدا دادند، به سمت تحکیم ثبات موجوده مملکت، برطرف ساختن خرابی‌های جنگ شهروندی و رهایی یافتن از بحران شدید اقتصادی و اجتماعی را پیش گرفتند. معتدل شدن وضع جمعیتی و سیاسی و برقرار شدن ساختار دولتداری تاجیکستان در سال 1993 احساس می گردید. منزل‌های خراب گردیده مردم مرحله به مرحله برقرار می گشت. باید ذکر کرد که در نتیجه جنگ داخلی به تمام ساحه‌های خواجگی خلق خسارات جدی وارد گردید که به حساب متخصصان آن به بیش از 10 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا برابر می آمد. بودجه دولتی در سال 1993 همگی 120 میلیون و 300 هزار روبل را تشکیل می‌داد. احوال مردم در سطح خیلی پست قرار داشت. با وجود مشکل‌های زیاد در سال 1993 به خاطر مهیا ساختن شرایط بهتری زندگی به مردم، مبلغ‌های ضروری جدا گردیده یک قطار کارهای نظررس به سامان رسانیده شده. از جمله از حساب سرچشمه‌های گوناگون برای ساختمان انشاءات اجتماعی قریب 58 میلیارد روبل روانه گردیده، از این حساب بیش از 380 هزار متر مربع منزل برای 18 هزار خواننده مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی، برای 1080 کودک مؤسسه های تا مکتبی و با جایگیر نمودن 1000 کت بیمارخانه بنیاد و موردی بهره برداری ساکنان مملکت قرار داده شده. مورد به ذکر خاص است که در سال 1993 یکی از هدفهای اساسی راهبریت دولت و حکومت مملکت برگردانیدن گریزه ها به وطن حساب می یافت و ضرورت پیش آمده بود که انشاءات بر اثر جنگ شهروندی ولنگار شده برقرار کرده شود. به این خاطر برای برقرار کردن انشاءات ضرر دیده و ولنگار ولایت ختلان 31 میلیارد روبل جدا گردید. در دوام سال 1993 جمهوری تاجیکستان تحت سیاست و راه پیش گرفته راهبر دولت محترم امامعلی رحمان آهسته آهسته قامت خود را راست می نمود. وضع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کمی هم باشد به اعتدال می آمد. رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سیاست سالم و حس دلسوزی به دل هر شهروند مملکت راه می یافتند. مردم به آینده درخشان دولت و ملت امید پیدا کرد. در دوام سال 1993 رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به تمام مناطق جمهوری سفرهای کاری انجام داده، با وضع زیست و زندگانی اهالی، اوضاع سیاسی، وضع اقتصادی و اجتماعی از نزدیک شناس شدند و در جریان این سفرها به اهالی مملکت ملاقات و صحبت‌های سودمند انجام دادند. در همین رابطه 4 ینور رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به شهر خوجند ولایت لینین‌آباد حاضر سود سفر کرده، با راهبران ولایت دایر به مسئله های به ولایت مختار کوهستان بدخشان و ناحیه های وادی قراتیگین حاضر رشت فرستادن آذوقه‌واری صحبت نمودند.
ضمن ملاقات همزمان مسئله های در شهر دوشنبه تشکیل کردن یارمارکه محصولات کشاورزی و مواد خوراکواری ولایت و یک قطار مسئله های مهم مورد بررسی قرار گرفت. در این دوره قانونیت و ترتیبات حقوقی تا رفت پایدار می شد. با مقصد هرچه زودتر معتدل گردانیدن وضعیت، برقرار کردن قانونیت و ترتیبات حقوقی، تأمین بی‌خطری شهروندان، مصادره سلاح و لوازمات جنگی سلاح به دستان غیر قانونی، پیشگیری حادثه های غارتگری و دیگر جنایت های وزنین، 6 ینور رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان فرمانی ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان درباره جاری کردن وضع فوق‌العاده در قلمرو شهر دوشنبه، شهر و ناحیه های ترسونزاده، ناحیه های شهر نو، حصار، لینین، حاضر رودکی، ورزاب و شهر و ناحیه کافرنیهان حاضر وحدت را امضا نمودند. طبق فرمان مذکور در قلمرو شهر دوشنبه، شهر و ناحیه ترسونزاده، ناحیه های شهر نو، حصار، رودکی، ورزاب و شهر و ناحیه وحدت مطابقاً از ساعت 4-8 ینور سال 1993 تا معتدل گردیدن وضع جمعیتی و سیاسی وضع فوق‌العاده اعلان گردید. 6 ینور همچنین رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار شورای عالی جمهوری تاجیکستان درباره اختیاراً سپاریدن و مصادره کردن سلاح آتشفشان و لوازمات جنگی را امضا نمودند. موافق آن شهروندان و گروه‌های سلاح به دستی که از اختیاراً سپاریدن سلاح آتشفشان، لوازمات جنگی و تکنیک حربی سرکشی می‌کنند در اساس ماده 243 کادکس جنایی جمهوری تاجیکستان به جوابگری جنایتی کشیده می‌شوند. 9 ینور تحت ریاست رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مجلس عمومی جمهوریوی برگزار شد. در مجلس مسئله های هرچی تیزتر به اعتدال آوردن وضع سیاسی و اقتصادی جمهوری بررسی گردیدند. بعد جمع آمد مراجعتنامه اشتراکچیان قبول گردید. در مراجعتنامه راه پیش گرفته رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان عاید به بهتر کردن وضع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان جانبداری شده. اشتراکداران مجلس به آن باور کردند که جمهوری از امتحان فاجعه‌ای حیات سربلندانه گذشته، دولت حقیقتاً دموکراتی، دنیوی و حقوق بنیاد می گردد و در عرصه جهانی مقامی ارزشمند اشغال می نماید. 12 ینور مصاحبه رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مخبر روزنامه کامسomolskaya pravda در روزنامه جمهوریت نشر گردید. سرور دولت به سوالهای زیادی مخبر پاسخ گفته وابسته به سر قدرت آمدن حکومت قانونی دنیوی که با راه کنستیتوسیونی در جلسه پارلمان انتخاب گردید ابرازی نظر نموده. 14 ینور رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با سفری کاری به ولایت سوغد رفتند. رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در شهر چکالف حاضر بوستان با مهندسان و کارمندان تکنیکی اتحادیه استحصالی وستوکرتمت ملاقات انجام دادند. امام علی رحمان عاید به وضعیت مرکبی با آذوقه و دارو تامین کردن اهالی جمهوری اظهار اندیشه کرده در نزد همگان وظیفه گذاشتند که برای قانع گردانیدن طلبات خلق استحصال محصولات را زیاد نمایند. آن روزها مشکلی دیگری که باعث تشویش و اضطراب جدی راهبریت و اهل جامعه تاجیکستان گشته بود
برگردانیدن فراریان به محل اصلی زیستشان به حساب می رفت، زیرا ده ها هزار هموطنان ما در وطن خیش نام گریزه را گرفته، هزاران کسی دیگر در ممالک همسایه مشقت غریبی می کشیدند. هر فرد هشتم تاجیکستان به خود نام گریزه را داشت و این مسئله داغ راهبریت کشور، شخصا سرور دولت محترم امام علی رحمان را لحظه آرام نمی گذاشت. با مقصدی به وطن برگردانیدن گریزه ها 14 ینور سال 1993 طبق قرار شورای عالی جمهوری تاجیکستان 18 نفر نمایندگان حکومت جهت مذاکرات با هموطنان فراری به افغانستان سفر کردند. طوری که معلوم است ماه ینور سال 1993 بر اثر استعمال گندم زهرآلود صدها نفر ساکنان در ولایت ختلان علل خصوص جوانان و پیران سالان گرفتار بیماری وزنین گردیده در شفاخانه ها بستری شدند. در رابطه به این 18 ینور رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به قرار ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان درباره وضع بیماری هپاتیت زهرناک، بیماری جگر و چاره‌های کم کردن آن در ناحیه‌های فرخار، واسه و مسکو حاضر همدانی ولایت ختلان امضا گذاشتند. موافق قرار مذکور به رئیس کمیته اجرایی شورای دپوتات‌های خلق ولایت ختلان سفارش داده شد که تمام غله آرد با چایچوبه و تریخودسمه آمیخته را مصادره نموده به عوض آن آرد تازه دهند. رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به ولایت ختلان سفر نموده با وضع بیمارستان و کودکستان‌های ناحیه فرخار شناس شدند. ضمن ملاقات با راهبریت شفاخانه در خصوص اندیشیدن چاره‌های قطعی بهر شفا یافتن بیماران دستور و سفارش‌های مشخص دادند. 28 ینور سال 1993 رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار ریاست شورای عالی را درباره بلند برداشتن مزد مهنت و نفقه و استیپندیا به امضا رسانیدند که موافق آن از 1 ینور سال 1993 اندازه حد اقل مزد مهنت در تمام ساحه‌های خواجگی خلق جمهوری تاجیکستان 2000 روبل در یک ماه مقرر گردید. در اساس همین قرار از 1 ینور معاش خدمتی و معاش رتبه‌های مخصوصی شخصان هیئت قطاری و سرداران مقامات کارهای داخلی 2.5 برابر بلند برداشته شد. ناوابسته به همه تدبیرهای اندیشیده شده، وضعیت سیاسی در جمهوری مرکب و پیچیده بود. گروه‌های تفریق انداز که از خارج مملکت اداره شده شهروندان گمراه را به صفهای خود کشیده بودند، مقاومت مسلحانه را ادامه می‌دادند. بر ضمن این وضعیت در سرحد تاجیکستان و دولت اسلامی افغانستان بسا مرکب گردیده بود. با مقصدی به اعتدال آوردن وضعیت 28 ینور رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان فرمان ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان درباره جاری کردن وضعیت فوق‌العاده در حدود ناحیه‌های سرحدی شهر توس، قبادیان، جیلیکول، حاضر دوستی، قمسنگیر، حاضر جیهون، پنج، فرخار، همدانی، شوراباد، حاضر شمس‌الدین شاهین، درواز، ونج، روشان، شغنان، اشکاشیم، مرغاب و شهر خاروق را امضا نمودند. 31 ینور رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با سفری کاری به ولایت ختلان رفتند. سفری کاری رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از شهر کولاب آغاز یافت. امام علی رحمان با ساکنان شهر کولاب هم صحبت شده
آید به چاره‌های قطعی اندیشیده حکومت جمهوری تاجیکستان بهر نیکو احوالی اهالی جمهوری معلومات دادند. راهبر دولت با فعالان منطقه کولا به ولایت ختلان ملاقات نموده تاکید کردند که راهبریت جمهوری به مسئله های با آذوقه و مال های دیگری ضروری تامین کردن اهالی به واسطه مشغول است. رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به زیارت آرامگاه میر سید علی همدانی رفته به رفت تیاری به تجلیل 680 سالگی این متفکر برجسته شرق مراق ظاهر نمودند. 31 ینور رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بعد بازدید کاری از شهر کولاب و ناحیه دنغره آمدند و با انتخاب کنندگان و فعالان این ناحیه ملاقات دایر کردند. در رفت ملاقات اشتراکداران آن اظهار داشتند که سیاست حکومتی قانونی تاجیکستان را که مقصدش به اعتدال آوردن وضعیت مملکت است کاملا دستگیری می نمایند. 2 فوریه رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در شهر دوشنبه با نمایندگان جوانان شهر ناحیه های تاجیکستان ملاقات کردند. در ابتدا سرور دولت محترم امام علی رحمان آید به وضع سیاسی جمهوری سخن رانده جوانان را پیشبرنده سیاستی نو نامیدند. شرکت کنندگان ملاقات از سیاست پیش گرفته دولت و حکومت جمهوری در رفع بحران پشتیبانی نموده راجع به حل مسئله های جوانان پیشنهادات مشخص خیش را بیان داشتند. 4 فوریه رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با وزیر مدافعه فدراسیون روسیه پاول گراچوف ملاقات نمود. ضمن ملاقات رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان و وزیر مدافعه فدراسیون روسیه مسئله های مربوط به همکاری های حربی و تکنیکی تاجیکستان و روسیه را بررسی نمودند. 11 فوریه رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با سفری کاری به ناحیه حصار رفتند. در دایره این سفر محترم امام علی رحمان از سیخ‌های اتحادیه گیدرائیزول دیدن کرده در جریان ملاقات با کارگران سیخ مذکور از وضع کار، دشواری‌ها و مزد مهنت کارگران پرسان شدند و تاکید داشتند که حکومت جمهوری بهر باز هم بلند برداشتن معاش کارگران چاره‌های ضروری می‌اندیشد. 12 فوریه رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به ناحیه ترسونزاده سفر نموده امام علی رحمان خاطر نشان ساختند که کارخانه آلومینی تاجیک یگانه کارخانه است که برای رهایی جمهوری از بحران اقتصادی می تواند سهم نظررس گذارد. از این لحاظ باید تمام امکانات را استفاده کرد تا کارخانه با اقتدار پره خود به کار درآید و طبق نقشه تواند سال تا 500,000 تن ارزیز استحصال کند. 17 فوریه رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان فرمان را درباره روز قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان امضا نمودند. موافق فرمان مذکور 23 فوریه سال 1993 روز قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان اعلان گردید. 17 فوریه رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان درباره تصدیق سوگند نظامی را امضا کردند. 20 فوریه رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به ساکنان ناحیه‌های غرم حاضر رشت، کمسمال آباد حاضر نورآباد، تاجیک آباد، طویل دره حاضر سنگوار و جرگتال حاضر لخش مراجعت نموده ذکر کردند که برادران و خواهران ارجمند در این لحظه های حساس ترین روزگار پردرد و شما معلوم می نمایم که مقصد ما خدمت به خلق و وطن است.
امام علی رحمان از اهالی این ناحیه ها خواهش کردند که در بابت زودتر معتدل گردانیدن وضعیت و برقرار کردن فعالیت ساختار حکومتی فعالانه همکاری نمایند و از این کار مهم کنار جویی نکنند. 22 فوریه امام علی رحمان فرمان ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان را درباره وارد نمودن تغییرات به فرمان ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان از 6 ژانویه سال 1993 درباره جاری کردن وضع فوق‌العاده در قلمرو شهر دوشنبه، شهر ناحیه ترسونزاده، ناحیه های شهر نو، ایسار، رودکی، ورزاب و شهر وحدت امضا نمودند. در اساس فرمان مذکور در قلمرو شهر دوشنبه از ساعت 22 تا 5 قیود شبگردی جاری گردید. 23 فوریه تحت ریاست رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان مجلس یکجایی ریاست شورای عالی و شورای وزیران جمهوری تاجیکستان برگزار شد. امام علی رحمان وابسته به وضع سیاسی جمهوری علل خصوص وضع ناحیه های وادی رشت و ولایت مختار کوهستان بدخشان به حاضرین اطلاع دادند. رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به راهبران وزارت‌های سودا، نقلیات، تاجیک مطلوبات، کنسرن‌های راه و برق تاجیک سپارش دادند که هرچی زودتر راه و پل‌ها را به ترتیب آورند. ناوابسته از وضع دشوار سیاسی و اقتصادی، 23 فوریه رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در جلسه تنتنوی و افتخار روز تأسیس یابی ارتش ملی در باغ غلبه شهر دوشنبه اشتراک و سخنرانی نمودند. واسطه های اقتصادی و مالیوی که مثلا برای تامین یک ارتش ملی کفایه باشد از بین رفته بود. بنابراین این جرأت و جسارت رئیس شورای عالی در همان سالها بود که فرمان خود را درباره تأسیس ارتش ملی به امضا رساند. بعد به دست آوردن استقلالیت دولتی با قرار ریاست شورای عالی 23 فوریه سال 1993 بار نخست همچون روز تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان جشن گرفته شد. لازم به تأکید است که ارتش ملی جمهوری تاجیکستان در زمان بسا مرکب سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در زمینه به صفر برابر یعنی به یگان شرایط مادی و تکنیکی تأسیس داده شده است. به قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان که یکی از جمهوری‌های اتحاد شوروی بود، از ارتش این دولت ابرقدرت یگان تکنیک و مهمات جنگی همچنین انفراساختار حربی و مدافعوی میراث نمانده است. یعنی این رکن و یا ستون اساسی دولتداری تاجیکستان تازه استقلال با مهنت و مشقت‌های شبانه روزی سرفرماندهی عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سرور دولت محترم امام علی رحمان پایه‌گذاری گردید. 27 فوریه رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان فرمان ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان درباره جشن گرفتن روز بین الخلقی زنان 8 مارس را امضا نمودند. 28 فوریه رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با راهبران و کارمندان ارگان‌های حفظ حقوق ولایت اتونومی بدخشان کوهی حاضر ولایت مختار کوهستان بدخشان ملاقات نمودند. در واخوری مسائل خلع سلاح به اعتدال آوردن وضعیت و تأمین مواد آذوقه محاکمه گردید. 1 مارس تحت ریاست رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جلسه نوبتی ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان دایر گردید. در جلسه مسئله اجرای قرار ریاست شورای عالی از 20 فوریه سال 1992 درباره مسئله با داروواری تامین کردن اهالی جمهوری محاکمه شد. همچنین رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان
فرمان ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان درباره عفو را امضا نمودند. موافق فرمان مذکور، شخصانی که سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان را غیر قانونی گذشته خواهش به وطن برگشتن را دارند، از جوابگری جنایی آزاد کرده می شود. 1 مارت رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مقصد برطرف کردن شرایط غیر قانونی تیار نمودن، به دست آوردن، نگاه داشتن، انتقال دادن، فرستادن، فروختن مواد نشئه‌دار، اینچنین کشت کردن و پرورش رستنی های نشئه‌دار و پرزور نمودن مبارزه و مقابل این نمود جنایت ها به فرمان ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان عاید به پرزور نمودن جوابگری برای جنایت های وابسته به نشئه‌مندی امضا گذاشتند. 1 مارت رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همچنین به مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان مراجعت نمودند. در مراجعت نامه صمیمانه عرض کرده می شود که وضعیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی وطنمان را تنها با دوستی و همدیگر فهمی برطرف کرده می توانیم. هزاران نفر ساکنان مملکت در نتیجه جنگ شهروندی محل زیست خویش را ترک کرده در حدود بدخشان افغانستان قرار داشتند و راهبریت جمهوری تاجیکستان تمام تدبیرها را می اندیشید که در قلمرو مملکت آسودگی تام به وجود آید و گریزه های اجباری به جای دائمی زیستشان برگردانیده شود. 6 مارت رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مجلس تنتنوی بخشیده به روز بین الخلقی با عنوان 8 مارت اشتراک و سخنرانی کردند. رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از نام ریاست شورای عالی و شورای وزیران زنان جمهوری را تبریک نموده تاکید داشتند که من امروز در نزد مادرانی که در جنگ برادرکوش فرزندان خود را از دست دادند سرخم نموده با آنها قوت دل و صبر جمیل تمنا دارم. امام علی رحمان ذکر نمودند که راهبران مملکت برای بهبودی شرایط زندگی مردم، خصوصا موقع زن در جامعه، تمام تدبیرها را می اندیشند. 12 مارت رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به فرمان درباره گذرانیدن نوروز و عید رمضان امضا گذاشتند. موافق فرمان مذکور، عنعنه‌های ملی خلق تاجیک در شرایط وضعیت فوق‌العاده در شهر دوشنبه و ناحیه‌های تابع جمهوری 21، 22 و 24 مارت سال 1993 گذرانیده شده. مجلس‌ها و دیگر چاره‌بینی‌های عیدانه بخشیده به نوروز و عید رمضان اجازه داده می شود. 12 مارت رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان فرمان را درباره گذرانیدن فستیوال صنعت تئاتری پرستون 93 به امضا رسانیدند و موافق آن به وزارت فرهنگ و اتفاق خادمان تئاتری تاجیکستان به طور استثناء اجازه داده شد که در شرایط وضعیت فوق‌العاده در شهر دوشنبه از 14 تا 19 می سال 1993 فستیوال صنعت تئاتری پرستون 93 را گذراند. 13 مارت رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با سفری کاری به شهر نارک رفتند. رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با زحمتکشان شهر صحبت آراسته عاید به برقرار کردن راه و پلهای بر اثر جنگ داخلی خراب گردیده مصلحت‌ها دادند. 17 مارت در نتیجه تدبیرهای اندیشیده حکومت قانونی جمهوری تاجیکستان تحت سروری رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قریب 3000 گریزه های با حکم تقدیر بر اثر واقعه های معلوم سال 1992 در دوشنبه بودند به محل های زیست دائمیشان برگشتند. 18 مارت
رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مرکز ناحیه کالخازآباد حاضر جلال الدین بلخی با فعالان ناحیه واخوری نمودند. امام علی رحمان از مشکلات گریزه ها سخن رانده قید کردند که امروزها گریزه ها را از شهر دوشنبه به محل های زیستشان برگردانیده ایستاده ایم. 19 مارس رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان وضع سیاسی و اقتصادی کشور را در مقاله خود با نام راهی رهایی از بحران عظیمی همگانی مورد تحلیل قرار داده آید بر رفع دشواری ها ملاحظه رانی کردند. برای جمهوری تاجیکستان از همه مهم پیدا کردن راهی راست و مشخص رهایی از بحران عظیم و ثباتکارانه و با غیرتانه تعیین نمودن این راه است. آمده است در ملاحظه های امام علی رحمان. 20 مارس سرور دولت با نمایندگان و فعالان کامپلکسی اگرصناعتی ملاقات کرده وضع ساحه را عمیقاً تحلیل و سمت‌های اساسی پیشرفت آن را معین ساختند. در ملاقات رشد ساحه پختکاری، زیاد نمودن حجم استحصال غله، پیشبرد باغ و تاک پروری و چارواداری از عامل‌های اساسی بهبودی روزگار مردم ارزیابی گردیده، از جمله مقصد گذاشته شد که استحصال کرتاش که در سال 1993 به 225,000 تن رسانیده شود. در ملاقات به کشاورزان مژده رسانیدند که با مقصد تأمینات مالیوی و کامپلکسی اگرصناعتی در دوام سال علاوه به سرچشمه‌های بودجتی و دیگر منبع‌ها طبق قرار ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان 30 میلیارد روبل قرض امتیازناک جدا کرده شده است. در این دوره در کارخانه‌های صناعت سبک تمایل‌های مثبت ظاهر می‌شد. دوام 5 ماه سال 1993 سرعت افزایش کارکرد محصولات بیش از 20% زیاد گردیده. این نشان دهنده در رابطه با کارخانه‌های استحصال متاعهای پختگی 1.6 برابر افزود. 21 مارس با اشتراک رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بخشیده به فرارسی نوروز و عید شریف رمضان جلسه تنتنوی برگزار کردید. امام علی رحمان حاضرین را تبریک گفته از تاریخ نچندان دوری گذشته کشور معلومات مختصر دادند. از جمله ضمن سخنرانیشان قید کردند که شخصانی که از 27 می تا 25 نوامبر سال 1992 جنایت صادر کرده بودند از جوابگری جنایی آزاد شدند. رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ذکر نمودند که در خصوص رواج دادن ساحه کشاورزی و پختکاری دقت مخصوص داده شود. رشد من بعد ساحه چارواداری و در مجموع خواجگی قشلاق را اساس پیشرفت جامعه باید نامید. 24 مارس رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با سفری کاری به شهر کافرنیهان حاضر شهر وحدت رفتند. امام علی رحمان در اثنای سفری کاری در جمع آمد تنتنوی به مناسبت فرارسی نوروز و عید رمضان در شهر وحدت اشتراک و سخنرانی نمودند. رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مقصد هرچه زودتر معتدل گردانیدن وضعیت، برقرار نمودن قانونیت و ترتیبات قانونی، تأمین امنیت شهروندان، ربودن اسلحه و لوازمات جنگی از دست ده‌ها مسلح غیر قانونی، پیشگیری کردن عملهای ضد حقوقی، همچنین با نظر داشت مراجعت سیرشمار شهروندان و راهبریت ولایت ختلان با امضای فرمان از ساعت 20 مارس سال 1993 تا معتدل شدن وضع جمعیتی و سیاسی آن در قلمرو ولایت ختلان وضعیت فوق‌العاده اعلان کردند. 2 اپریل تحت ریاست رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جلسه نوبتی ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در آن حسابات وزیر محصولات غله جمهوری محمد جان صابیرف درباره اجرای قرار شورای عالی
از 9 اکتبر سال 1992 درباره با نان تأمین کردن اهالی شهر دوشنبه همچنین اهالی جمهوری شنیده شد. 5 اپریل رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با نمایندگان کلکتیو تئاتر دولتی جوانان به نام محمود جان واحدوف ملاقات کردند. امام علی رحمان تأکید نمودند که حکومت جمهوری تاجیکستان با دشواری‌های کنونی اقتصادی مالیوی نگاه نکرده تمام چاره‌ها را می‌بیند که به ساحه فرهنگ کمک رساند. 10 اپریل با تشبث رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به خاطر حفظ ترتیبات جمعیتی، تأمین امنیت و محافظت انشاءات مخصوصاً مهم، مبارزه بر ضد تروریسم و برطرف نمودن عاقبت حادثه‌های طبیعی، ریاست قشون‌های وزارت کارهای داخلی تأسیس داده شد که در ترکیب آن 5 قسم حربی 54 و 53 35 و 01 35 و 02 35 و 03 و 65 و 92 فعالیت می نمایند. 13 اپریل رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان فرمان ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان درباره گذرانیدن گرد همایی ماتم در شهر دوشنبه بنابر وفات نویسنده خلقی تاجیکستان جلال اکرامی در سن 85 سالگی را به امضا رسانیدند. 13 اپریل رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مراسم دفن یکی از پایه‌گذاران ادبیات معاصر تاجیک نویسنده خلقی تاجیکستان جلال اکرامی اشتراک و سخنرانی نمودند. رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مجلس وسیع هیئت مشورتی وزارت کشاورزی و اصلاحات زمین جمهوری که 13 اپریل برگزار گردید اشتراک نمودند. در مجلس راه‌های از بحران نجات دادن بخش کشاورزی و صناعتی و جنبش نمودن نتیجه های 3 ماهه اول سال روان بررسی گردید. 19 اپریل تحت ریاست رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جلسه نوبتی ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان دایر گشت. در جلسه مسئله کادرها، لایحه‌های قانون‌های جمهوری تاجیکستان، درباره فعالیت سرمایه گذاری در جمهوری تاجیکستان، درباره سقوط جمهوری تاجیکستان، درباره گرفتن انداز از سقوط که شورای وزیران جمهوری پیشنهاد کرده است بررسی گردیدند. 24 اپریل رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به ناحیه حصار سفر نموده در مراسم یادبود قربان شدگان حصار شادمان اشتراک کردند. آسمان حصار شادمان چون مادری فرزند گم کرده این کهن دیار اشک ریزی می کرد. به خاطر یادآوری قربان شدگان جنگ داخلی در این روز از هر گوشه و کنار جمهوری میهمانان و همسنگرهای شهید شدگان با چهره‌های غمگین و دیده‌های گریان در گردشگاه شاهنبری جمع آمده بودند. 28 اپریل رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با راهبران و نمایندگان اتفاقهای کسبه تاجیکستان ملاقات کردند. در صحبت صمیمانه و آشکارا وضع کار اتفاقهای کسبه و مقام آنها در شرایط اقتصاد بازارگانی مورد بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان در خصوص آباد کردن منطقه‌های بر اثر جنگ ویران گردیده اندیشه رانده اظهار داشتند که این مسئله در مرکز دقت حکومتداران است. 1 می رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در جلسه ستاد جمهوریوی برقرار کنی و ترقی دادن خواجگی خلق ولایت ختلان اشتراک و سخنرانی نمودند. امام علی رحمان در نزد حاضرین سخن کرده اظهار داشتند که نتیجه سفر ناحیه‌های جنوب ملاقات با اهالی از آن شهادت می‌دهد که به این ناحیه‌ها گریزگان به طریق عاموی برگردند هم
رفت برقرار کردن انشاءات خراب شده خواجگی خلق علل خصوص منزل غیر قناعت بخش است. 3 می رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به ولایت سوخت سفر کرده با کارمندان مسئول کمیته اجرایی ولایت صحبت نموده در شهر خوجند در قصر مدنیت ناحیه پرلیتر حاضر جبار رسولف کانی بادام و اسفره آمده با فعالان واخوردند. 5 می رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نتیجه سفری کاری خود را در کمیته اجرایی ولایت سوخت جنبست کردند. 7 می رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در میدان غلبه پایتخت و پایه مجسمه ظفر گلچنبر گذاشته اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی را به مناسبت روز غلبه تبریک نمودند. سپس در بنای تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی بخشیده به روز غلبه مجلسی تنتنوی برگزار گردید که در آن صدها نفر اشتراکچیان جنگ بزرگ وطنی، جنگاوران اینترناسیونالیست و زیاییان و دانشجویان شرکت ورزیدند. 10 می رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به منطقه کولاب ولایت ختلان سفری کاری انجام داده از ناحیه‌های واسع، سویت، حاضر تیمور ملیک، دنغره و خواجگی هایی که به آنها سیل ضرر رسانیده بود دیدن کردند. به مسئولان سپارش دادند که برای هرچی تیزتر برطرف نمودن عاقبت‌های آفت طبیعی چاره‌های ضروری اندیشند. 11 می رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از اتریاد سرحدی ناحیه مسکو حاضر میر سید علی همدانی دیدن کردند. امام علی رحمان با وضعیت سرحد تاجیکستان شناس شده با کماندان‌های اتریاد سرحدی اینچنین سربازان بتالیون مخصوصی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری صحبت نمودند. 17 می تحت ریاست رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جلسه ریاست شورای عالی برگزار گردید. در جلسه روز دعوت اجلاسی 17 شورای عالی مقرر کرده شد. 27 می رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان فرمان را درباره زیاد کردن معاش کمترین، مزد مهنت کارمندان مؤسسه ها و تشکیلات های بودجتی، نفقه و استیپندیا امضا نمودند. طبق فرمان مذکور از 1 می سال 1993 معاش کمترین برای کارمندان کارخانه ها، مؤسسه ها و تشکیلات ها به اندازه 4000 روبل مقرر کرده شد. 27 می رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار را درباره تجلیل جشن 1000 سالگی شاهنامه فردوسی امضا کردند. در فرمان ذکر کرده شده است که از 5 تا 10 سپتامبر سال 1994 1000 سالگی شاهنامه تجلیل کرده شود. با تلاش‌های همه‌جانبه و عملیات بابرار قشون‌های حکومتی ماه ایون سال 1993 دره کمراو ناحیه غرم حاضر رشت که 6 ماه این جانب در اختیار نیروهای اپوزیسیونی بود آزاد کرده شد. به اهالی دهه‌های این دره مقدار اولین محصولات آذوقه‌واری ارسال گردید و نهایت ساکنان به کشت و کار شروع کردند. 1 ایون رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان باز یک اقدامی نجیبانه را پیش گرفته توسط رادیو به گریزگان اجباری تاجیک مراجعت کرده ذکر نمودند که تا امروز 530,000 گریزه به جای مقیمی خود برگشتند. برادران و خواهران دور از وطن، شما را خانه‌تان، زمینتان، باغتان، مکتبتان و خویشاوندان و نزدیکانتان انتظارند. تاجیکستان و خاک اجدادی شما را انتظار است. میدانم سرزمین افغان برای شما نشیمنگاه است، ولی یاد آورید
خاک وطن از تخت سلیمان کشتن. در نتیجه چنین تأکید و دعوت‌های سرشار از مهر و شفقت و صداقت و غمخواری‌های صمیمی سرور دولت تا سنه 13 ایون سال 1993 بیش از 12,000 فراریان دیگر از افغانستان به وطن برگشتند. با مقصد تهیه لایحه کنستیتوسیون نو جمهوری تاجیکستان ماه ایون سال 1993 کمیسیون کنستیتوسیونی تحت ریاست رئیس شورای عالی سرور دولت تاجیکستان محترم امام علی رحمان به کار آغاز کرد. 2 ایون رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در روزنامه جمهوریت مقاله خود را تحت عنوان هدف سیاست ما منفیت مردم است چاپ نمودند. امام علی رحمان در مقاله خود عاید به وضعیت سیاسی و اقتصادی جمهوری، کارهای برقرارسازی خواجگی خلقی خراب گردیده، به تنظیم درآمدن منزل مردم، قانونیت و پایدار گردیدن ترتیبات حقوقی، مستحکم گردیدن علاقه های همه طرفه جمهوری با مملکت های اتحاد دولت های مستقل و جامعه جهانی معلومات مفصل آوردند. 10 ایون رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان فرمانی ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان درباره موقتا من نمودن عملی وضعیت فوق‌العاده در ناحیه‌های علاهیده جمهوری تاجیکستان را امضا نمودند. در اساس فرمان که بنابر گذرانیدن انتخابات دپوتات‌های خلق جمهوری تاجیکستان در حوزه علاهیده با مقصد تأمین شرایط ضروری برای آزادانه اظهار اراده نمودن انتخاب کنندگان تهیه گردیده است، در ناحیه‌های فرونزه، حاضر سینا و اکتبر، حاضر اسماعیل سامانی، شهر دوشنبه، شهر باختر، ناحیه‌های کوشانیان جیلیکول، حاضر دوستی و کوی بیشوف، حاضر عبدالرحمن جامی، ولایت ختلان و ناحیه حصار عملی وضعیت فوق‌العاده شبانه روزی 13 ایون سال 1993 بازداشته می شود. 11 ایون رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با ریکتاران مکتب‌های عالی پایتخت جمهوری ملاقات کردند. امام علی رحمان حاضرین را از وضعیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جمهوری خصوصا شهر دوشنبه مختصر واقف نموده تأکید کردند که به طفیل جد و جهد حکومت وضعیت پایتخت جمهوری به اعتدال می آید. 13 ایون سرور دولت محترم امام علی رحمان بدون خبردارکنی پیشکی راهبران و مسئولان و کفالت امنیت اولین بار به ولایت مختار کوهستان بدخشان سفر کردند. اهالی زحمت قرین ولایت تشریف سرور دولت را با صمیمیت و روح بلندی استقبال کردند. اهل جامعه شهر خاروخ و فعالان ولایت مختار کوهستان بدخشان عرض داشتند که از سیاست پیش گرفته راهبریت کشور پشتیبانی نموده برای پیشرفت تاجیکستان عزیز سهم خود را می‌گذارند. امام علی رحمان وابسته به تمام پهلوهای حیات ساکنان ولایت اندیشه‌رانی کرده از جمله یادآور شدند که بدخشان منبع بزرگ ثروت‌های طبیعی است. تا امروز متخصصان ساحه گیولوژی زیاده از 1000 منبع سنگ‌های قیمت بها را کشف کردند و علاوه به این هر سال 10 منبع دیگر کشف کرده می شود. بنابراین حکومت جمهوری تاجیکستان به نقشه گرفته است که در تمام نواحی ولایت مختار کوهستان بدخشان کارخانه‌های کارکرد سنگ‌های قیمت بها را بنیاد کرده تا سال 1998 استخراج و استحصال این محصولات را تا 10-15 برابر زیاد نماید. در این دوره در قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان تعداد زیادی سلاح به دستان غیر قانونی جمع آمده بودند که حضورشان وضعیت را مرکب می‌ساخت. آنها مجلسگاهی را که در آن واخوری سرور دولت با اهالی ادامه داشت محاصره کردند. رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان
با درک وضعیت و خیرت ازلی و تحمل پذیری به خود خاص نمایندگان گروه مسلح را قبول کردند و به اتفاق رسیدند و آنها را با مقصد تأمین 100% امنیت و ثبات کشور به حیات آسایشته دعوت نمودند. 13 ایون رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مجلس خاتموی گروه کاری شورای عالی و شورای وزیران مملکت که در شهر خاروق دایر گشت اشتراک و سخنرانی نمودند. امام علی رحمان ضمن سخنرانی به پرابلم گریزگان دخل کرده گفتند که به آنها کفالت امنیت و کار داده می شود. همچنین درباره دشواری‌های اجتماعی و اقتصادی ساکنان بدخشان وابسته به خیلی افزودن شماره گریزگان از افغانستان برگردنده و وضعیت دشوار امروزه راه ماشینگرد دوشنبه خاروق سخن رانده به حاضرین خبر دادند که در مسئله از بحران نجات دادن ولایت مختار کوهستان بدخشان برنامه مخصوص ترتیب داده شده است. 15 ایون رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با سفری کاری به ولایت سوغد رفته نخست جایهای از باران سخت و سیل ضرر دیده ناحیه قانچی، حاضر دیوشتیج، شهر پنجکین همچنین در ناحیه شهرستان دیدن نمودند و با ساکنان ملاقات کرده با آنها وعده دادند که راهبریت مملکت برای یاری رسانیدن به مردمی از آفت ضرر دیده تمامی چاره ها را می اندیشد. 17 ایون رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به ناحیه عینی رفتند. امام علی رحمان از وضع جمعیتی و سیاسی جمهوری، راه‌های رفع بحران اقتصادی، وظیفه‌های مهنتکشان ناحیه سخن رانده از جمله مسئله در ناحیه نرسیدن قوه برق را مطرح ساختند و تاکید کردند که این مشکلات با راه ساختمان ایستگاه برقی برطرف خواهد شد. بعد بازدید از ناحیه‌های ولایت سوغد، امام علی رحمان به مرکز ولایت آمده در کمیته اجرایی ولایت با وکیلان خلق جمهوری از ولایت سوغد، رئیسان کمیته های اجرایی شهر و ناحیه ها و راهبران تشکیلات ها ملاقات کردند. مقصد اساسی سفر ما با خلق از نزدیک شناس شدن می باشد، تأکید کردند ضمن ملاقات امام علی رحمان. 25 ایون رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، درباره استاتوس و ضمانت‌های حمایت اجتماعی و حقوقی خدمتچیان حربی و اهل عائله‌های آنها، درباره تأمین نفقه شهروندان جمهوری تاجیکستان در اجلاس 17 شورای عالی جمهوری تاجیکستان دعوت 12 قبول گردیده بودند امضا نمودند. 13 ایول جنگیان اپوزیسیونی و مجاهدان افغان از افغانستان به قلمرو تاجیکستان گذشته زسته‌های سرحدی اتریاد مرزبانی ناحیه همدانی را مورد حمله قرار دادند. در نتیجه جنگ نابرابر به مقابل جنگیان و مجاهدان افغان 22 مرزبان هلاک گشت. 14 ایول رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان کماندیر ارتش مرزبان فدراسیون روسیه گنرال پالکونیک ولادیمیر شلیاختین، گنرال مایور آناتولی چیچولین و شخصان دیگری رسمی و سرداران قسم‌های حربی به ناحیه همدانی رفتند. آنها زسته‌های سرحدی اتریاد مرزبان ناحیه همدانی را که صبح 13 ایول جنگیان اپوزیسیونی و مجاهدان افغان از افغانستان به قلمرو تاجیکستان گذشته مورد حمله قرار داده بودند از نظر گذرانیدند. به دلیری و شجاعت و قهرمانی مرزبانان در حفظ سرحد دولتی تاجیکستان بهای بلند داده شد. در اساس پیشنهادهای کلکتیوهای مهنتی، تشکیلاتهای جمعیتی و نمایندگان علم و فرهنگ، 19 ایول رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان درباره تجلین روز زبان را امضا کردند.
موافق قرار مذکور 22 ایول سال 1993 روز زبان متشکلانه گذرانیده شده برای چاره‌بینی های عیدانه تمام تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. 29 ایول تحت ریاست رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مجلس نوبتی شورای عالی برگزار گردید. در آن مسئله های پرداخت جبران پسنداز اهالی در بانک امانتگذاری تاجیکستان محاکمه شد که سبب آن بی‌قرب شوی پول می باشد. در همین زمینه فرمان ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان درباره به اهالی جبران کردن ضرری بی‌قرب شوی پولهای پسنداز که در بانک امانتگذاری جمهوری تاجیکستان نگاه داشته می شوند به تصویب رسید. 8 سپتامبر رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در جلسه تنتنوی تجلیل استقلالیت جمهوری و انجمن دویوم تاجیکان جهان اشتراک و سخنرانی نمودند. امام علی رحمان به مناسبت دویمین سالگرد استقلالیت جمهوری میهمانان و اشتراکچیان جلسه را تبریک و مبارکباد نموده به آن دولت‌هایی که نمایندگان خود را به این چاره‌بینی فرستاده‌اند اظهار سپاس نمودند. امام علی رحمان در گزارش مختصر خویش چهره سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان تازه استقلال را به حاضرین شناس نبوده اظهار داشتند که باعث افتخار است که جشن استقلالیت جمهوری این دفعه نیز با انجمن تاجیکان جهان در یک وقت برگزار می گردد. تأسیس این انجمن یکی از مهمترین ثمره های استقلالیت جمهوری تاجیکستان است و آن محض در نخستین جشن استقلالیت کشور تاجیکان تولید یافته است. همزمان امام علی رحمان ذکر نمودند که هدف اساسی انجمن تاجیکان جهان برقرار نمودن مناسبت‌های تاریخی و وسعت دادن رابطه‌های فرهنگی تمام مردمان تاجیک زبان است. در جریان کار این فارم در شهر دوشنبه پرده از روی مجسمه شاعر و فیلسوف بزرگ تاجیک عمر خیام برداشته شد. تنتنه‌های جشنی تمام نقاط کشور را فرا گرفت. روز 9 سپتامبر جشن استقلالیت تجلیل گردید. رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مراسم تنتنوی تجلیل جشن استقلالیت در ورزشگاه مرکزی پایتخت اشتراک نموده در نزد حاضرین سخنرانی کردند. راهبر دولت اشتراکداران چاره‌بینی را خیر مقدم گفته اظهار نمودند که در تاریخ هر خلق و ملت روزهایی هستند که بزرگ داشت و جشنگیری آنها برای همه باعث افتخار است. در قطار چنین سنه ها 9 سپتامبر همچون روز احیای سیاسی جمهوری تاجیکستان وارد گردیده است. امام علی رحمان از رویدادهای به سر مردم کشور آمده یادآور شده گفتند که در مدت 2 سال توانستیم استقلالیت سیاسی و یک پارچگی جمهوریمان را حفظ نماییم. سرور دولت به میهمانان مراجعت نموده اظهار داشتند که می توانند در تطبیق نقشه های دولتی سهم گیرند. بعد از سخنرانی امام علی رحمان نمایشی تئاتر کنانیده شده استادان صنعت پیشکشی همگان کردید. 8 سپتامبر در عرفه تجلیل سالگرد دویوم استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برقیه های زیادی تبریکاتی به نام رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان وارد می شدند و همچنین راهبران اول یک قطار کشورها توسط صحبت تلفنی سرور دولت و مردم شریف تاجیکستان را شادباش می گفتند. از جمله رئیس جمهوری ترکیه سلیمان دمیرل، رئیس دولت اسلامی افغانستان پروفسور برهان الدین ربانی، رئیس جمهوری اوکراین لیانید کراوچوک، رئیس جمهوری قرقیزستان اسکر اکایف، رئیس جمهوری لهستان لخ والنسا، رئیس جمهوری اسلامی ایران اکبر هاشمی رفسنجانی و ده‌ها نفر دیگر در نامه‌های شادباشی خود تلاش و زحمت‌های
راهبری دولت را در راه برقرار سازی امن و آسایش در مملکت مخصوص ذکر نموده با باوری کامل اظهار داشتند که خلق تاجیک با راهبری سروری هوشمند مملکت امام علی رحمان و موفقیت‌های بی‌نظیر در جهان کامیاب می‌گردد. 14 سپتامبر سرور دولت رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در جلسه شورای وزیران تمام مقامات حاکمیت را وظیفه‌دار نمودند که گریزه‌های از افغانستان و محل‌های زیست پیشینه‌شان برگشته را هرچه زودتر به خانه و اسباب‌های روزگار تأمین کنند. 17 سپتامبر رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با متخصصان کامپلکسی اگرصناعتی، مقامات راهبری وزارت‌ها، اداره‌ها و مؤسسه‌های جمهوری، ولایت‌ها، شهرها، ناحیه‌ها، خادمان علم و فرهنگ، اتفاق‌های کسبه، سازمان جوانان جمهوری، دانشجویان دانشکده‌های عالی و میانه مخصوص، مکتبیان و به همه ساکنان شهر و دیهات تاجیکستان مراجعت نموده گفتند که اکنون در تاریخ وطن ما مرحله نو شروع شد که آن را مرحله به اعتدال آوردن وضعیت خواجگی داری و هرچی زودتر رها یافتن از بحران عظیم اقتصادی نامیدن ممکن است. امام علی رحمان قید نمودند که این دوره مرحله باز هم دشوارتر و مهنت طلب بوده. از همه ما صبر و تحمل و فداکاری وطن دوستانه را طلب می کند. 30 سپتامبر رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان فرمان ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان درباره چاره‌های علاوه‌ای بیشتر معتدل ساختن وضع جمعیتی و سیاسی در جمهوری را به امضا رسانیدند. در اساس فرمان مذکور واحدهای مسلحی که تابع وزارت کارهای داخلی، وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان و کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان نیستند تا 25 اکتبر سال 1993 خلع سلاح و پراکنده کرده می شوند. آنهایی که اسلحه‌شان را در مهلت مقرر شده برای گرفته گشتن و نگاه داشتن از قید نگذرانیدند به جوابگری جنایی کشیده می شوند. همچنین پوشیده گشتن لباسهای و مقامات کارهای داخلی مدافعه و امنیت ملی مقرر کرده شده از طرف شخصانی که به این حقوق ندارند منع کرده شده. از 10 اکتبر سال 1993 در شهر دوشنبه در دوره وضعیت فوق‌العاده ترتیبات مخصوصی ورود شهروندان جاری گردید. 28 اکتبر رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان فرمان ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای پرزور کردن محافظت سرحد دولتی را امضا نمودند. مقصد از قبول فرمان من بعد بهتر محافظت نمودن سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان و افغانستان، رسانیدن یاری همه‌جانبه به قشون‌های سرحدی فدراسیون روسیه آید به محافظت سرحد و معتدل گردانیدن وضع ناحیه‌های نزد سرحدی می باشد. 15 نوامبر رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از طریق تلویزیون تاجیکستان سالگرد اجلاسیه 16 شورای عالی را به تمام مردم تاجیکستان تبریک نمودند. در مراجعت نامه خود قید کردند که هرچند زیست و زندگانی مردم بهبودی نیافته باشد، هرچند مشکلات عظیم اقتصادی پیشاروی ما باشد، ولی در بابت خاتمه بخشیدن به جنگ‌های برادرکوش، نگاه داشتن یکپارچگی تاجیکستان عزیز و تأمین صلح و آسایش برای شهروندان، دولت وظیفه اولین درجه خود را اجرا نمود. 10 دکبر تحت ریاست رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جلسه نوبتی ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. امام علی رحمان رفت اجرای قانون درباره حمایه اجتماعی معیوبان در تاجیکستان را در ناحیه مرکزی
حاضر فردوسی شهر دوشنبه، شهر کولاب و ناحیه فیض‌آباد مورد محاکمه قرار دادند. 10 دکبر رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از شرایط کاری کارمندان کارخانه شاهی بافی شهر دوشنبه بازدید به عمل آوردند. امام علی رحمان کنسرن تاجیکلیسپرام کارگاه‌های پیله‌ریسی، بافندگی، اشیای خام و بناهای خدمتی معیشی را از نظر گذرانیده با کارگران و متخصصان هم صحبت شدند. ضمن بازدید راهبریت کارخانه مذکور را وظیفه‌دار ساختند که از تمام امکانات موجوده استفاده کرده مزد معاش کارگران را سری وقت پرداخت نمایند. 31 دکبر سال 1993 سرور دولت محترم امام علی رحمان اهالی مملکت را به مناسبت فرارسی سال نو میلادی تبریک نموده ضمناً برد و باخت یک ساله حیات جامعه را مختصر جمع بست و وظیفه و نقشه ها را برای سال 1994 معین کردند. رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تاکید نمودند که سال سپری شده با وجود دشواری ها و مردم ما آرامی، تأمین یک پارچگی وطن، برقرار شوی قانونیت و همدیگر فهمی اهدا کرد. قدم های نخستینی دولت جوان تاجیکستان به سوی دموکراسی و تمدن بشری گذاشته شد. در سال 1993 برای ساختمان انشاءات اجتماعی قریب 58 میلیارد روبل جدا گردید و از این حساب بیش از 380,000 متر مربع منزل، مکتب‌های تحصیلات عمومی برای 18,000 خواننده، مؤسسه‌های تا مکتبی برای 1080 جای و بیمارخانه‌ها برای 1000 کت مورد استفاده قرار گرفتند. برای برقرار کردن انشاءات ضرر دیده و ولنگار ولایت ختلان باشد 31 میلیارد روبل جدا کرده شد. امام علی رحمان اظهار نمودند که تاجیکستان صاحب استقلال را در سال نو مرحله نوی حیات و زندگی انتظار است و آرزوی آن را داریم که هموطنان عزیز ما دست به دست یکدیگر داده برای آبادی و سرجمعی مردم مملکت یک جا مهنت کنند. در سال 1993 مشکلات خارجی تاجیکستان از مجموع مشکلات داخلی به هیچ وجه کمتر نبود. جنگ برادرکوش و وضع ناامنی و بی‌ثباتی تاجیکستان را به حیث یک نقطه داغ، منطقه درگیر، جای ناامنی و بی‌ثباتی در ذهن خارجیان نقش داده بود و زحمت‌های سنگین ضرور بود که از ذهن آنها و ما زدوده شود. سال 1993 دولت تاجیکستان با سروری محترم امام علی رحمان برای عملی گردانیدن هدف‌های مذکور یک سلسله اقدام بزرگ راه اندازی کرد که از نخستین تلاش‌های تاجیکستان بابت پیوستن با جامعه جهانی به حساب می‌رود. در نتیجه جد و جهد و تطبیق موفقانه سیاست خارجی سرور دولت محترم امام علی رحمان، جامعه جهانی به کشور ما اعتماد بیشتر می‌کرد و در مدت یک سال 114 مملکت جهان جمهوری تاجیکستان را به رسمیت شناخت. رابطه‌های تاجیکستان به همه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل توسعه یافته، موقع آن در دایره این اتحاد تا رفت مستحکم می‌گردید. سفرهای خارجی سرور دولت محترم امام علی رحمان در رشد و گسترش همکاری‌های تاجیکستان زمینه گذاشت. 4 ینوری سال 1993 رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به جمهوری ازبکستان سفر نموده در ملاقات سران دولت و حکومت‌های آسیای میانه و قزاقستان اشتراک کردند. در قصر دوستی خلق‌های جمهوری ازبکستان پرزیدنت جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف، پرزیدنت جمهوری قرقیزستان اسکر اکایف، پرزیدنت جمهوری ترکمنستان سفر مراد نیازов، پرزیدنت جمهوری ازبکستان اسلام کریمov و رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در پس درهای پوشیده جمع آمدند. در ملاقات
محاکمه وضع سیاسی و اقتصادی اتحاد دولت‌های مستقل، مسئله های منبت مستحکم نمودن رابطه های بین دولت‌های منطقه، رفت اجرای عهد و پیمان‌های پیشتره دو طرفه و وضعیت تاجیکستان بررسی گردیدند. پس از انجام ملاقات سران دولت و حکومت‌های آسیای میانه و قزاقستان، رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان با خبرنگاران واسطه‌های اخبار عموم نشست خبری دایر نموده به سؤال‌های زیاد آنها پاسخ دادند. 6 ینور رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مجلس تنتنوی به مناسبت 1 سالگی روز مقرر شدن مناسبت‌های دیپلماتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین اشتراک و سخنرانی نمودند. 11 ینور رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به جمهوری قزاقستان سفر کردند و با پرزیدنت جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف بابت رشد و گسترش من بعده روابط همکاری ملاقات نمودند. بعد از ملاقات رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با پرزیدنت جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف مراسم امضای سازشنامه ها برگزار گردید که مناسبت های هر دو دولت را از روی بسیار مسئله ها از جمله در ساحه های تجارت و اقتصادی معین نمودند. 21 ینور رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان سرور دولت محترم امام علی رحمان جهت شرکت در مشورت سران دولت و حکومت‌های ممالک عضو اتحاد دولت‌های مستقل به شهر مینسک جمهوری بلاروس سفر کردند و هنگام توقف کوتاه در شهر مسکو فدراسیون روسیه با پرزیدنت فدراسیون روسیه بوریس یلتسین ملاقات 1 به 1 انجام دادند. در ملاقات اساساً وضع اقتصادی و اجتماعی هرچی تیزتر به اعتدال آوردن وضعیت در جمهوری مورد محاکمه طرفین قرار گرفت. 22 ینور با اشتراک رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان سرور دولت محترم امام علی رحمان مشورت سران دولت و حکومت‌های ممالک اتحاد دولت‌های مستقل به کار خویش آغاز کرد. در مشورت اساساً مسئله‌های دورنمای اتحاد نو، تحکیم همکاری‌ها در بخش‌های سیاست و اقتصادیات مورد بررسی قرار گرفت. به روزنامه ملاقات مینسک 2 مسئله عاید به تاجیکستان شامل گردید. یکم درباره وضع سیاسی و اجتماعی تاجیکستان، دوم راه‌های مستحکم کردن سرحد دولتی تاجیکستان. کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل سازشنامه شورای سران دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل را درباره همکاری دولت‌های اتحاد در مسئله تأمین وضع معتدل سرحدهای آنها از 9 اکتبر سال 1992 به راهبری گرفته با در نظر داشت ضرورت اندیشیدن تدبیرهای علاوه‌ای برای بهبود وضعیت سرحد تاجیکستان و افغانستان قرار را امضا نمودند. به قرار مذکور از جانب جمهوری ارمنستان لوان ترپتراسیان، از جانب جمهوری بلاروس استانیسلاو شوشکیویچ، از جانب جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف، از جانب جمهوری قرقیزستان اسکر اکایف، از جانب جمهوری مولداوا میرچا سنیگور، از جانب فدراسیون روسیه بوریس یلتسین، از جانب جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، از جانب جمهوری ترکمنستان سفر مراد نیازوف و از جانب جمهوری ازبکستان اسلام کریموف امضا گذاشتند. موافق قرار مذکور از هیئت قوه‌های مسلح جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، فدراسیون روسیه، جمهوری ازبکستان و دولت‌های دیگری اعضای شورای امنیت دست جمعی 1 بتالین سرباز فرستاده می شود که هر کدام آن از 500 عسکر و افسر عبارت است. بتالین های مذکور با مقصد بهبود وضعیت سرحد تاجیکستان و افغانستان فرستاده می شود. راهبران دولت های عضو اتحاد دولت های مستقل اخبار رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را به اعتبار گرفته ضرورت اندیشیدن چاره‌های علاوه‌ای زودتر به اعتدال آوردن وضعیت جمهوری تاجیکستان را به منفعت دولت‌های اعضای اتحاد دانسته قرار را امضا نمودند. طبق قرار مذکور
دولت‌های اعضای اتحاد برای معتدل شدن وضع جمهوری تاجیکستان مسئله فرستادن قسم‌های کوشون علاوگی را طبق قانون‌های ملی‌شان حل می‌کنند. 26 ژانویه رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با سفری رسمی به شهر اشقاباد جمهوری ترکمنستان رفتند. بعد از استقبال رسمی ملاقات یک به یک رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و پرزیدنت جمهوری ترکمنستان سفر مراد نیازوف دایر گردید. ضمن ملاقات رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان به وضع سیاسی و دشواری‌های اقتصادی جمهوری تاجیکستان اعتبار مخصوص دادند. 27 ژانویه در قصر پرزیدنت جمهوری ترکمنستان مراسم امضای حجت‌های سیاسی و اقتصادی عاید به همکاری گوناگون جبهه جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان دایر گردید. بعد امضای حجت‌های همکاری راهبران هر دو کشور برای خبرنگاران نشست مطبوعاتی آراستند. 8 فوریه رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان کانسول گنرالی دولت اسلامی افغانستان در جمهوری تاجیکستان اسیر را به حضور پذیرفتند. در صحبت اساساً مسئله های بازگشت گریزگان تاجیک از افغانستان محاکمه شد. 11 فوریه رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری فدراتیوی آلمان در تاجیکستان کارل هاینز کان را به حضور پذیرفتند. سفیر به امام علی رحمان وکالتنامه سپرد. 19 فوریه رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نمایندگان سازمان ملل متحد پر افلاتا و فیلیپ لابراوی را به حضور پذیرفتند. نمایندگان سازمان ملل متحد پر افلاتا و فیلیپ لابراوی در شهر مزار شریف افغانستان به حل مسئله های گریزگان متصدی می باشند. رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با نمایندگان سازمان ملل متحد خبر دادند که در جمهوری برای به وطن برگردانیدن ساکنان تاجیکستان گروهی کاری تشکیل شده است. اعضای گروه چندی پیش به مزار شریف رفته با جنبش ملی اسلامی افغانستان معاون اول وزیر مدافعه دولت اسلامی افغانستان عبدالرشید دوستون، سرور اسماعیلی های افغانستان سید منصور نادری و راهبران مقامات ولایت های بلخ و جوزجان و فاریاب و بغلان ملاقات کردند. 2 مارس رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به مناسبت سالگرد به سازمان ملل متحد داخل شدن جمهوری تاجیکستان به قرارگاه ناظران سازمان ملل متحد در تاجیکستان آمدند. سردار ناظران سازمان ملل متحد در تاجیکستان جناب لیو باتا امام علی رحمان را خیر مقدم گفته تاکید نمود که در تاجیکستان گشاده شدن نمایندگی دائمی سازمان ملل متحد واقعاً مهم بوده موقع تاجیکستان را در جامعه جهان پایدار می سازد. 2 مارس رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان خبرنگار مرکز اطلاعاتی سینخوا چینوان چنسای را به حضور پذیرفتند. امام علی رحمان درباره سفر قریب الوقوع خود به جمهوری خلقی چین سخن رانده اظهار امید نمودند که آن در تاریخ مناسبت‌های هر دو دولت صحیفه نو خواهد گشاد. 7 مارس رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان عازم جمهوری مردمی چین گردیدند و روز 8 مارس بعد از مراسم قبول رسمی با رئیس جمهوری مردمی چین یان شانکون ملاقات انجام دادند. در رفت ملاقات امام علی رحمان و یان شانکون دایر به مسئله های حل طلبی روز خصوصاً کمک مادی به اهالی جمهوری تاجیکستان دقت داده شد. 9 مارس بعد از ملاقات رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با رئیس جمهوری مردمی چین یان شانکون مراسم امضای یک قطار سندهای حقوقی طرفین برگزار گردید. اعلامیه راجع به همکاری هر دو مملکت، سازشنامه بین دولتی درباره دادن 30 میلیون یوان قرض
برای خریدار نمودن مال به جمهوری تاجیکستان و سازشنامه درباره کشادن خط سیر بین دوشنبه پکین توسط مرکز مأموری ناحیه مختار اویغور از جمله آنهاست. 10 مارس ضمن سفر رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با رئیس شورای دولتی جمهوری مردمی چین لی پن ملاقات کردند. رئیس شورای دولتی جمهوری مردمی چین لی پن در رفت ملاقات وعده داد که به جمهوری تاجیکستان برای خریدن مال 30 میلیون یوان قرض و 3 میلیون یوان کمک بشردوستانه رسانده می شود. 10 مارس رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با دبیر کلی کمیته مرکزی حزب کمونیست جمهوری مردمی چین سزیان زمین ملاقات سودمند انجام دادند. 26 مارس رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جهت اشتراک در مشورت راهبران دولت‌های آسیای مرکزی و روسیه که به مشکلات بحر ارال بخشیده شده بود به شهر قزل ارده جمهوری قزاقستان رفتند. در کنفرانس دایره وسیع مسئله‌های مربوط به حالت بحر ارال از جمله عملیات مشترک رفع عاقبت‌های فلاکت، سالمگردانی اکولوژی و تامین رشد اجتماعی و اقتصادی منطقه ارال بررسی شد. سفرهای اولین رهبر آگاه کشوری ما به منطقه 4-5 ژانویه سال 1993 به تاشکند برای شرکت در اجلاسیه رهبران کشورهای آسیای مرکزی، ماه فوریه سال 1993 به قزاقستان و قرقیزستان، در اولهای ماه مارس سال 93 به یکی از کشورهای بزرگ منطقه و جهان جمهوری مردمی چین محض چنین هدف را داشتند و موفق شدن رهبر تاجیکستان در این مذاکرات و مباحثات با همتایان خارجی خود که از موقع وطن دوستی، از موقع واقعی و از موقع با منطقی بسیار قوی مستحکم شده منشأ می گرفت، بسیار موفق شد. 16 اپریل رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جهت اشتراک در واخوری سران دولت‌های عضو اتحاد دولت‌های مستقل با سفر کاری به شهر مینسک جمهوری بلاروس رفته در مجلس سران دولت‌های عضو اتحاد دولت‌های مستقل که در قرارگاه حکومتی زاسلاول که بیرون از شهر مینسک قرار دارد اشتراک نمودند. موضوع اساسی محاکمه رفع اجرای عهد و پیمان و سازشنامه‌های بود که در دوره فعالیت اتحاد به امضا رسیدند. 13 می رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جهت اشتراک در ملاقات غیر نوبتی سران دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل با سفری کاری به شهر مسکو فدراسیون روسیه رفتند. 14 می ملاقات غیر نوبتی سران دولت‌های عضو اتحاد دولت‌های مستقل دایر گشت. 24 می رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با سفری رسمی عازم شهر مسکو فدراسیون روسیه شدند. 25 می بعد از مراسم قبول رسمی در قصر کرمل ملاقات رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با پرزیدنت فدراسیون روسیه بوریس یلتسین برگزار گردید. ضمن صحبت دوستانه مسئله‌های گسترش من بعده همکاری‌های برابر حقوق و مفید تاجیکستان و فدراسیون روسیه محاکمه گردید. 4 ایون رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نماینده مخصوص منشی عمومی سازمان ملل متحد بوتروس غالی دیپلمات عراقی اسمت کاتانی را به حضور پذیرفتند. نماینده مخصوص منشی عمومی سازمان ملل متحد اسمت کاتانی موافق وکالت‌هایش با وضعیت جمعیتی سیاسی و اقتصادی جمهوری و مسئله های بازگشت گریزه ها از افغانستان شناس شد.
جناب کتانی در نوبت خویش تأثیراتش را از تاجیکستان بیان داشت. 22 ایون رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مقصد اشتراک در کنفرانس عمومی جهانی عاید به حقوق انسان به شهر وین جمهوری استریا سفر کردند. 4 ایول رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جهت اشتراک در ملاقات دوم راهبران والا مقام مملکت‌های اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی به شهر استانبول جمهوری ترکیه سفر کردند. رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در دایره سفری کاری به جمهوری ترکیه با پرزیدنت جمهوری ترکیه سلیمان دمیرل ملاقات کردند. 6 ایول رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ملاقات سران دولت‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی اشتراک و سخنرانی نمودند. رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان در دایره اشتراک در ملاقات سران دولت‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی با رئیس جمهوری اسلامی افغانستان پروفسور برهان الدین ربانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران هاشمی رفسنجانی صحبت خاصه و صمیمی انجام دادند. 24 ایول رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان هیئت نمایندگان پارلمان جمهوری مردمی چین را به حضور پذیرفتند. امام علی رحمان مهمانان را به دیار تاجیکان خیر مقدم گفته اظهار داشتند که تاجیکستان سیاست رونق و رواج همکاری همه‌جانبه را با جمهوری مردمی چین پیش گرفته است. 27 ایول رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان معاون اول وزیر کارهای خارجی فدراسیون روسیه آناتولی ادمیشین را به حضور پذیرفتند. 9 آگوست رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با راهبران روزنامه‌های جمهوریوی، کمیته دولتی تلویزیون و رادیو و مرکز اطلاعاتی خاور ملاقات داشتند. امام علی رحمان در رفت صحبت درباره جنبست ملاقات سران دولت‌های تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، فدراسیون روسیه و ازبکستان که جهت حل و فصل مسئله های سرحدی تاجیکستان و افغانستان جمع آمده بودند مفصل سخن کرده به سوال های راهبران واسطه های اخبار جمهوری جواب داده تذکر دادند که سرحد تاجیکستان داخل ناپذیر بوده. حکومت در عرفه جشن استقلالیت جمهوری برای آن جد و جهد می نماید که تمام گریزه ها به وطن برگردند. 12 آگوست رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان هیئت رسمی دولت اسلامی افغانستان را با سرداری وزیر کارهای خارجی این مملکت هدایت یمین ارسل به حضور پذیرفتند. در جریان پذیرایی امام علی رحمان تاکید کردند که تاجیکستان به هرچه زودتر حل و فصل کردن مسئله سرحد و به مرز صلح، دوستی و مناسبت‌های نیک همسایگی تبدیل دادن مرز عمومی منفعت دار است. 26 آگوست رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان از سفیر فوق‌العاده و مختار ژاپن در جمهوری تاجیکستان و همزمان در فدراسیون روسیه سومیا یدامورا اعتمادنامه قبول کردند. 28 آگوست رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به دولت اسلامی افغانستان سفر کرده با هیئت رسمی دولت اسلامی افغانستان با راهبری پروفسور برهان الدین ربانی ملاقات نمودند. امام علی رحمان در آغاز گفت و شنید به پروفسور برهان الدین ربانی برای استقبال صمیمانه‌اش اظهار سپاس نموده قید کردند که بعد این ملاقات صمیمی و دوستانه دو مسئله حل طلب روز، مسئله برگردانیدن گریزگان تاجیکی مقیم افغانستان و وضع ناآرام در سرحدات تاجیکستان و افغانستان به زودی با دستگیری طرفین حل خود را می‌یابد. راهبر دولت در جمهوری اسلامی افغانستان با روزنامه‌نگاران مصاحبه انجام داده بازدیدهای یکدیگر را در گسترش رابطه‌های اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان و افغانستان مهم شماریدند.
او نیتایی که ما داشتیم در وقتی گفت و شنید قرار که با هم یک بودند و این مقصد را تمام مردم جمهوری تاجیکستان و باوری کامل دارم که مردم برادر ما، همخون و خویش تبار ما، مردم جمهوری اسلامی افغانستان نیز دارند. چون که اگر در رفت بازدیدهای یکدیگر، رفت آمدهای یکدیگر برقرار شود، هرچی صلح و صلاح در این منطقه برقرار شود، این به فایده مردم هر دو کشور است، نه به ضرر دیگری. باوری دارم که ما به این آرزو میرسیم. رابطه های اقتصادی دو دولت با هم همسایه گفت و شنیدها بودند و آرزوها داریم ما که در آینده که بعد به آرام گشتن سرحدات مرز ما به این موفق میشویم. چون که به نهایت ما میتوانیم با شرطنامه های اقتصادی دو طرفه با هم به امضا برسانیم و با واسطه راه های افغانستان با دولت های دیگری جهان با هرچی خراجات کمترین روابط های اقتصادی داشته باشیم که این و فکرم به منفعت هر دو کشور، به منفعت هر دو مردم دو دولت میشه و تمام مردم برادر افغانستان تنها خواهان آن هستم که در این سرزمین صلح و صلاح باشد، آرامی و زندگی آرام باشد. رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان سرور دولت محترم امام علی رحمان با استفاده فرصت از هموطنانی که با سبب‌های معلوم گریزه شده در مرز افغانستان به سر میبرند برای برگشتن به وطن دعوت نمودند. من مراجعه میکنم به تمام هموطنان خودم که امروز در خاک افغانستان استقامت دارند، فراری هستند، به وطن خود برگردند. وطن همه تاجیکان دنیا این تاجیکستان است. پیش از همه اون تاجیکان مقیمی که امروز در اثر او زدوخوردها از وطن خود بی وطن گشتند. همه کفالت، همه شرایطها در وضعیتی اگر گرچند وزین اقتصادی هم جمهوری تاجیکستان باشد، امروز ما میدیم که تا هرچی اونا به مسکنهای دائمی خود بگردند. همه شخصانی که در این جنگ برادرکشی اگر دست زده باشند، در دست سلاح داشته باشند، اونها را نیز عفو میکنم. چون که من در نزد مردم جمهوری وعده دادم تا گریزه آخرین به مسکن دائمی خود به وطن خود برنگردد، من همچون سردار دولت و رئیس شورای عالی خود را آرام حس نمیکنم و از فعالیت کاری خود نیز خلاعتمند نمیشم. 29 آگوست رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در شهر کابل با خادم نمایان دولتی و سیاسی دولت اسلامی افغانستان احمد شاه مسعود صحبت طولانی دایر نمودند. امام علی رحمان اثنای صحبت درباره بازگشت گریزگان تاجیک به وطن و معتدل گردانیدن وضعیت سرحد اظهار قناعتمندی نمودند. 29 آگوست رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان سرور دولت امام علی رحمان در بیانیه مشترک سران دولت‌های جمهوری تاجیکستان و دولت اسلامی افغانستان امضا گذاشتند. امام علی رحمان بیانیه را حجت مهم سیاسی ارزیابی نموده آن را در حل مسئله‌های همکاری هر دو مملکت عاید به بازگشت گریزگان، معتدل گردانیدن وضعیت سرحد و انکشاف مناسبت‌های دوستانه ضرور دانستند. سرور دولت تاجیکستان محترم امام علی رحمان از میان راهبران کشورهای سابق اتحاد شوروی اولین شده مسئله آزاد گردانیدن محبوسان سابق اتحاد شوروی را به طور مثبت حل نمودند. به شرافت این اقدام جوان مردانه و انسان دوستانه امام علی رحمان دهها پدر و مادران و پیوندان چشم انتظار از جمهوری‌های سابق شوروی و دیدار فرزندان و نزدیکان خویش رسیدند. این عملی بشر دوستانه از جانب جامعه جهانی همچون افاده اراده قوی، دلیری و شجاعت و ذکاوت بلند سیاسی یکی از جوانترین سران دولت‌های دنیا رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان معنیداد گردید. 30 آگوست رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با پرزیدنت فدراسیون روسیه بوریس یلتسین گفتگوی تلفنی داشتند.
پرزیدنت فدراسیون روسیه نتیجه های گفت و شنید راهبریت تاجیکستان را با راهبران افغانستان همچنین آزاد کردن 4 سرحدبان روسیه و 1 سرحدبان قزاقستان را قدر کرد. 30 آگوست رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان اسلام کریموف نیز گفتگوی تلفنی انجام دادند. 17 سپتامبر رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری کره در تاجیکستان پاکزپخی اعتمادنامه قبول نمودند. امامعلی رحمان به سفیر برای کار آرزو نموده عرض داشتند که دولت ما که دارای تجربه غنی مناسبت‌های اینترنشنالی می باشند، من بعد هم کوشش به خرج می دهند با ممالک خارج مناسبت‌های دوستانه برقرار نمایند. 17 سپتامبر رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نمایندگان فاند آقاخان رابرت میدلتون و پاتریک پیترسون را به حضور پذیرفتند. امامعلی رحمان از نمایندگان فاند نامه آقاخان را قبول نمودند که در آن برای دستگیریشان در اجرای برنامه کمک فاند و ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان اظهار سپاس بیان گردیده است. 23 سپتامبر رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان سرور دولت محترم امامعلی رحمان با سفری کاری به شهر مسکو فدراسیون روسیه تشریف آورده در مشورت سران دولت و حکومت‌های عضو اتحاد دولت‌های مستقل اشتراک و سخنرانی کردند. 28 سپتامبر سال 1993 بار اول رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای اشتراک و سخنرانی در جلسه اسامبله ژنرالی سازمان ملل متحد به شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا سفر کردند. در تاریخ دولتداری تاجیکستان 29 سپتامبر سال 1993 بار نخست از بانفوذترین منبر جامعه جهانی سازمان ملل متحد بیت جاودانه سعدی بزرگ از زبان سرور دولت تاجیکستان پیشوای تاجیکان جهان محترم امامعلی رحمان صدا داد. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یکگهورند. Таджикистан делает первые шаги в качестве субъекта международного права. Я с глубоким удовлетворением отмечаю, что мы получили равный голос в Содружестве наций и осознаем, что это почетное право налагает на нас значительные обязанности. 2 года нашей независимости наряду с, несомненно, позитивными моментами повлекли за собой и тяжкие испытания, через которые проходит мой терпеливый и миролюбивый народ. سخنرانی رئیس شورای عالی تاجیکستان امامعلی رحمان را در اجلاس 48 سازمان ملل متحد که اولین سخنرانی سرور دولت تاجیکستان در چنین یک نهاد بین المللی با آبرو اعتبار بود و از این سخنرانی موقع بسیار نهادهای بین المللی نیز وابسته بود. وظیفه اولین درجه تاجیکستان و رهبر آن در آن لحظه عبارت از این بود که همتایان پیرونه خود را، همشریکان خارجی تاجیکستان را باور به آن کناند که حکومت فعلی، من حکومت سال 1993 را در نظر دارم، حکومت نو را که جدیداً به سر کار آمده بود، که این حکومت جدی، حکومت عمر طولانی داشته و حکومتی در هدفها و مقصدهایش جدی است. یعنی مثل اون حکومت هایی که 2 سال مقدم از اون همگی 2-3 ماه به سر کار می آمدند و در خاموش کردن آتش درگیری ها و مشکلات تاجیکستان موفق نشده بودند، مثل اون حکومت ها نیست.
بلکه حکومت ثابت، حکومت جدی و حکومتی است که برای منفعت‌های هم تاجیکستان و هم منفعت‌های منطقه و جهان خدمت خواهد کرد و این موقع را رسانیدن به همتایان خارجی و مصاحبان خارجی خود و اونها را قانع کردن به این موقع بسیار زحمت و بسیار دیپلماتیا تقاضا میکرد و رهبر آگاه تاجیکستان خوشبختانه در این کار موفق شدند. 29 سپتامبر رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، وزیر کارهای خارجی جمهوری اسلامی ایران علی اکبر ولایتی را در شهر نیویورک به حضور پذیرفتند. امام علی رحمان با علی اکبر ولایتی مبادله افکار انجام داده درباره همکاری‌های من بعده سیاسی و اقتصادی و فرهنگی صحبت نمودند. 30 سپتامبر رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در شهر نیویورک با دبیر کل سازمان ملل متحد جناب بوتروس غالی صحبت آراستند. امام علی رحمان با دبیر کل سازمان ملل متحد فعالیت ساختارهای این تشکیلات با نفوذ را در تاجیکستان محاکمه نمودند. 9 نوامبر رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان دیرکتور منطقوی یونیسف عاید به آسیای مرکزی ایکرن بیرردیت را به حضور پذیرفتند. امام علی رحمان در جریان صحبت ابراز داشتند که تاجیکستان به همکاری سودمند با یونیسف نیاز دارد، زیرا قسمت زیادی اهالی کشور ما را جوانان تشکیل می‌دهند. ایکرن بیرردیت در نوبت خود به امام علی رحمان برای پذیرایی صمیمانه اظهار سپاس کرده و مناسبت افتتاح نمایندگی دائمی یونیسف در تاجیکستان اعتمادنامه سپرد. 7 دکامبر رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با سفیر مخصوص حکومت فدراسی روسیه راهبر گروه مساعدت به اعتدال وضعیت تاجیکستان الکساندر ابلوف ملاقات نمودند. در جریان صحبت مشکلات تاجیکستان و تدبیرهای تأخیرناپذیر مورد محاکمه قرار داده شدند که مقصد از آنها در سرزمین تاجیکستان هرچه زودتر برقرار نمودن صلح و آسایش و مصالحه ملی می باشد. 15 دکامبر رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در شهر دوشنبه فرمانده ارتش مرزبانی فدراسی روسیه گنرال پالکوونیک اندری نیکولایف را به حضور پذیرفتند. در ملاقات مسئله های تحکیم سرحد تاجیکستان و افغانستان، تأمینات مادی و تکنیکی سرحدبانان و با شرکت طرفها تأمین نمودن شماره لازمی افسران و سربازان مورد محاکمه قرار گرفت. 18 دکامبر رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مقصد من بعد هم وسیع به استوار کردن علاقه های همه‌جانبه دوستانه با فدراسی روسیه و فرمان ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان درباره گشادن سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسی روسیه امضا نمودند. موافق فرمان مذکور سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسی روسیه با قرارگاه آن در شهر مسکو افتتاح گردید. 19 دکامبر رئیس دولت اسلامی افغانستان پروفسور برهان الدین ربانی با سفری رسمی به جمهوری تاجیکستان آمد. در این روز بعد از مراسم استقبال رسمی رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در قرارگاه شهری حکومت جمهوری تاجیکستان با پروفسور برهان الدین ربانی ملاقات نمودند. 20 دکامبر امام علی رحمان با پروفسور برهان الدین ربانی از شهر کولاب ولایت ختلان دیدن کردند. 20 دکامبر رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با رئیس دولت اسلامی افغانستان پروفسور برهان الدین ربانی به شهر خوجند ولایت سوغد سفر کردند. 21 دکامبر رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با همراهی برهان الدین ربانی با دانشجویان دانشگاه دولتی تاجیکستان ملاقات نمودند.
رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس دولت اسلامی افغانستان برهان الدین ربانی از گنجینه دستخطهای شرقی اکادمی علمهای تاجیکستان نیز دیدن کردند. رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در قرارگاه حکومت جمهوری در شهر دوشنبه عهدنامه دوستی و همجواری و همکاری بین جمهوری تاجیکستان و دولت اسلامی افغانستان را به امضا رسانیدند. از جانب دولت اسلامی افغانستان به این سند مهم رئیس دولت اسلامی افغانستان پروفسور برهان الدین ربانی امضا گذاشت. امام علی رحمان این سفر را پرمحصول دانسته ابراز داشتند که حجت‌هایی که امروز به امضا رسیدند مناسبت‌های دو جانبه ما را به پایه استوار بلند حقوقی می‌برند. 23 دکبر رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان جهت بازدید کاری به شهر اشخابات جمهوری ترکمنستان سفر کردند. 24 دکبر با اشتراک رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ملاقات نوبتی سران دولت و حکومت‌های اتحاد دولت‌های مستقل در پایتخت جمهوری ترکمنستان شهر اشخابات برگزار گردید. دوامی سال 1993 راهبر دولت صاحب استقلال تاجیکستان محترم امام علی رحمان با راهبران یک قطار دولت‌ها و تشکیلات و سازمان‌های بین المللی گفتگوهای تلفنی انجام دادند. سال 1993 با وجود مشکلات موجوده مناسبت‌های اقتصادی با ممالک خارجی نیز رو به انکشاف نهاده سودای بیرونی تاجیکستان در دوام سال با 638 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا صورت گرفت و از حجم عمومی محصولات صادراتی کشور 97% را پخته و آلومینی تشکیل داده است. در آستانه سال نو میلادی رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و سازمان ملل متحد و خلق و راهبران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل برای دستگیری و کمک‌های بی‌غرضانه‌شان اظهار سپاس نمودند. سال 1993 رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان 25 مراتبه سفرهای رسمی و کاری به خارج کشور انجام داده در دایره صحبت و ملاقات‌های خویش با راهبران یک قطار مملکت‌های عالم اینچنین اشتراک در چاره‌بینی‌های سطح بین المللی به همکاری‌های دو جانبه و بسیار جانبه سیاسی و اقتصادی تاجیکستان با دولت‌های خارجی گسترش بخشیدند. در سال 1993 با وجود وضع مرکب سیاسی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان تحت سروری رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با دستاوردهای نظررس نائل گردید و برای ساکنان نظر به سالهای پیشین شرایط بهتری زندگی فراهم آمد. بجز مهری وطن عشقی دیگر نیست، با فرزندانی و عزم و وفادار، چو مرد به کفن میرد غم نیست، خدا از به وطن بودن نگهدار، چو مرد به کفن میرد غم نیست، خدا از به وطن بودن نگهدار. برخیز به سر کن هموطن تاجیکیان را، برخیز دفاع کن این خاک و زمین را. بعد از 1000 سال سجده نمودی، داد از خداوند برات تاج و توان را. بعد از 1000 سال سجده نمودی، داد از خداوند برات تاج و توان را.
جامم وطن نیست. درقی من درقی مهنتی من، اگر پاداش روی آنم وطن نیست. درقی من درقی مهنتی من، اگر پاداش روی آنم وطن نیست. برخیز بسر کن هموطن تاجیکیان را، برخیز دفاع کن این خاک و زمین را. بعد از 1000 سال سجده نمودی، داد از خداوند برات تاج و توان را. بعد از 1000 سال سجده نمودی،